دیگر دوستی هم پیام داده سلام، درود خداوند بر شما و ملت بلوچ، ملتی پر از استعدادهای برتر، ولی متاسفانه این حقوق رو از ما گرفتن. البته باز هم دیگر دوستی پیام داده عرض سلام خدمت شما و مهمان محترم. استاد این زمین ها در سراسر ایران به نام مجهول المالک به اشخاص داده می شود. مرا ببخشید استاد، الان نگاه کنید به شهرک باهران در مشهد، ببینید چه ثروتی به هم زدن، متری 2 میلیارد دارن میفروشن. باز دوست دیگری پیام داده سلام و عرض ادب خدمت شما آقای سوری، من دیروز مسکن و شهرسازی بودم که این مزدوران خانه‌های مردم در منزلاب رو تخریب کرده بودن. همهشون مزدوران بلوچ بدبخت که به خاطر حقوق مقداری خانه‌های ملت رو تخریب میکنن و رئیس و رؤساشان هم زابودی هستن زیر دستشان. همه همین بدبخت امثال بالا 2 نفر رو اسم گرفتی تا اینا که توی مسکن شهرسازی اسم رو نمیخونیم هستن. خداوند متعال اینها رو با غضب خودشون گرفتار کنه. خونه خودی هم به دست این نامردان تخریب شده. با تشکر از شبکه خوب کلمه بسیار سپاسگزارم. بازم نگاه میکنم اگر پیامی باشه من اینجا پیام های شما رو خواهیم خوند. دیگر دوستی هم پیام داده عرضم به خدمت شما هیچ ظلمی پایدار نخواهد ماند. آنچه امروز در بلوچستان رخ میدهد روزی در تاریخ به عنوان جنایت ثبت خواهد شد، اما ظلم فقط تا زمانی دوام دارد که مردم ساکت بمانند. سکوتی که امروز بر بلوچستان حاکم است روزی شکسته خواهد شد و عدالت دیر یا زود پیروز خواهد شد. باز دیگر دوستی هم پیام داده سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیز. برخی از این زمین ها ارزش اقتصادی بالایی دارند و دولت قصد دارد آنها را در قالب پروژه های اقتصادی مورد استفاده قرار دهد. این روند در بسیاری از شهرهای ایران اتفاق می‌افتد و شاید در نگاه اول ظالمانه به نظر برسد، اما اگر مدیریت درستی باشد میتواند در نهایت به نفع مردم باشد که هرگز به نفع مردم نیست. مردمی که دارن از خونهشون به ایران رانده میشن، مردمی که شناسنامه بهشون ندادن، مردمی که دارن رد مرز میشن، به نفع کدوم مردم؟ و قطعا این هرگز نمیتونه درست باشه. جناب شیرانی ما 5 دقیقه وقت داریم، 5 دقیقه هم با توجه به اینکه صحبت‌های شما موند، ما ویدیوها رو هم قرار بود پخش بکنیم، اما همینطور که شما دارید صحبت میکنید مردم دارن ویدیوها رو میبینن. فکر میکنم خیلی جذابتره که در حین صحبت‌های شما این ویدیوها داره پخش میشه و به هر حال اون صدای ناله و گریه مردم هم وجود داره که ما داریم به هر حال حالا همون رو تفسیر میکنیم، همون صدای ناله ها رو، همون صدای فریاد ها رو. الان شما در این 3-4 دقیقه باقی مونده برنامه به هر حال بیاید این رو جمع‌بندی بکنید، صحبت‌هایی اگر دارید، هم نظری در رابطه با پیام‌های بینندگان و هم اینکه اگر صحبتی فکر می‌کنید در این برنامه لازم است عنوان بکنید رو در خدمت شما هستیم و البته پیام دیگری رو هم بخونیم. سلام، اگر این نوچه‌های جیر خار نباشند ظالم توانایی ظلم به تنهایی رو ندارد. ظالمان همین گونه بر سر مظلومان ظلم می‌کنند، پس باید اول جیر خاران نابود شوند. جناب شیرانی در خدمت شما. خواهش میکنم. خدمت شما عرض بکنم که البته یک بیننده برنامه گفته بود که باید 3 افراد کشته بشن. حالا شما گفتید که این در واقع ضرورتی نیست، ولی حالا همه کسانی که در این تخریب منازل به نوعی نقش دارن، از اون راننده، اون دستگاه سنگین بگیر تا اون فردی که باتون تو دستشه، تو نیرویی که اونجا اسلحه تو دستشه، اون فردی که دستور میده، همه اینها به نوعی شریک این جنایت هستند. واقعیت امر همینه و این هیچ توجیهی نداره که فرد بگه من مأمور و معذورم. چرا میتونه هیچ وقت این کار رو نکنه؟ وقتی برای یک شغلی رو انتخاب کرده که یک در واقع درآمد شرافتمندانه داشته باشه، یک نون حلال و شرافتمندانه سر سفره خانواده شوهر، قرار نیست که یک انسان دیگه رو، یک برادر مسلمان خودش رو، خواهر مسلمان خودش رو در این سرمای زمستان آواره و بی‌پناه بکنه که بالاخره اون حقوقش رو میدن. اصلا نباشه اون حقوق، چه انسانیتی؟
هیچ توجیه عقلی، عرفی، شرعی، قانونی، انسانی وجود نداره برای اون فردی که در هر جایگاهی باشه، اگر حتی آبدارچی اون داره باشه یا راننده لودر باشه یا نمیدونم دونپایه باشه یا فرقش با اون مهامی که داره دستور میده، اینا همه در واقع در اون جنایت به یک اندازه خودشون شریک هستن. مخصوصا اون فرد بلوچی که درد بلوچش رو میدونه، وضعیت منطقه رو میدونه، وضعیت این مردم رو میدونه که اونجا از بدبختی، از نداری، از ناچاری در اونجا ساکن شدن، نه برقی اونجا دارن، نه آبی دارن، نه مدرسه‌ای دارن، نه بهداشتی دارن، نه جاده‌ای دارن، فقط یک آلونه که سرپناهی که این سرما و گرما رو فقط بتونه اونجا خودشون رو زندگی بکنن چند سبای دیگه. اونجا چه امکانات و خدمات رفاهی اونجا هست، چه موقعیت اقتصادی اونجا تعریف شده که بعضی عنوان میکنن که زمین ها نمیدونم بود اقتصادی داره. اصلا هر چی که باشه، همه این افرادی که در بنیاد مسکن هستن اینا شریک این جنایت هستن. اون فردی که در منابع طبیعی اگر بلوچ باشه، من میگم جرمش 100 برابر بیشتر از اون غیر بومی هست، وقتی که اون با اینکه وضعیت این مردم رو، منطقه رو، همه رو میدونه و این جنایت رو به نوعی انجام میده. یک فردی بود خلبانی در سوریه که زمان حافظ اسد در زندان بود، به خاطری که حاضر نشده بود مردم کشورش رو بمباران بکنه، 46 سال در زندان شد، ولی وقتی اومد بیرون به عنوان یک قهرمان با عزت اومد بیرون. حالا برای یک خونه یک انسان رو خراب بکنن که مثلا حقوقشون رو دریافت بکنن، از شغلشون چی نشه، تا زمانی که افکار مردم ما این باشه، این بدبختی ها، این ظلم ها، این جنایت ها روز به روز روی ملت ما، روی زندگی ما تاثیر مستقیم خواهد گذاشت و ما به جایی نخواهیم رسید. حق یک چیزی که باعث انسان در برابر حق حاضر بشه، اونجا در واقع سکوتشو بشکنه. همین ها هستن که این ظلم و جنایت ها داره انجام میشه. خامنه‌ای تو تهران نشسته، همینا میان خونه مردم رو خراب میکنن، اینا همه جنایتکار هستن. گفتم نه بشری، به لحاظ حقوق بشری، انسانی، عرفی، شرعی، اخلاقی، اینا همه به یک اندازه مرتکب جنایت میشن و وقتی هم مردم سکوت میکنن، این ظلم چند برابر افزوده میشه به این ظلم و این ظلم ها بیشتر میشه و روز به روز وضعیتشون بدبختتر و بیشتر خواهد شد و این کارها و این تخریبها و این جنایت ها هم ما در نقاط دیگه هم شاهد خواهیم بود. نباید سکوت بکنن. این سران قبایلی که کاروان با ماشین‌هاشون در این خیابان‌ها اونجا رفت و آمد میکنن، نفوذ دارن، در جلسات حکومتی هستن، اینها اینجا زبانشون باز بشه صحبت بکنن. همه این افراد از قبایل همونها هستن، اینا که از آسمان نیامده، اینا اجنبی نیستن، برادران و خواهران خودشون هستن، چشماشون رو باز بکنن، از نفوذشون، از امکاناتی که دارن، از اختیاراتی که دارن استفاده بکنن، نذارن جلو اینها